شنوندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی امروز است. در آغاز با سرخط خبرها آشنا گردید. زردآلوزار سوخت را سرما زد. با قانون حزب‌های سیاسی علاوه ها وارد می گردد. تاجیکستان و افغانستان را راه آهنی خواهد پیوست. BBC را در تاجیکستان بستند. میوه های تاجیکستان بازار خود را می یابد. الماسبک هاتمبایف دوباره نامزدیش را نمی ماند. اتهام برده‌فروشی در ازبکستان. بارشات زیادی برف در شمال تاجیکستان با ساحه کشاورزی مملکت خسارات زیاد رسانیده است. دهقانان از سرما زدن باغ‌های زردآلو و شفتالو، سبزارها و میدان‌های کشت خبر می‌دهند. به حساب میانه هزارها هکتار زمین‌های کشت شده سرما زده است و اکنون کشتی دوباره در آن میدان‌ها ضرور است. آخرین مراتب سال 1989 چنین وضع هوا یعنی 1 می با باریدن برف به قید گرفته شده است. مقصود جان آتابکوف اگرونوم از ولایت سوخت ضمن صحبت با ما از حال ضرر دیدگان سرما چنین گفت: همین خونیکی ها حاضر میوه های درخت های میوه دهنده اولوچه، اولوبولو، این چی که گل کردگی باشد، برگ برآوردگی باشد، اگر آنچه ضرر کلان رساندگی، همه گلش خونیک زدگی، گل و برگ و همین باشه. زمین های کشتی جرمکه کشکرگی 10-20 هکتار ممکن آدم ها مراجعت کرده است. همون برامدگی نیست، همین خود زمین هم یخ کردگی زمین آنچه ضرر کلان کرد. این حاضر پرسنتش معین گفته میشه، چونکه بعد از 2-3 روز همش وای میشد، دیدن کردن ممکن میشد و یک کمیسه کتی یک متخصص کتی بود دیده برآمدن در کار همش به یک چیز گفتن قین بود. کارتوشکا پرورا و قین شد، ضرر کلان گرفت. مسئله انداز و حتما مکتوب طرفی حکومتی دولتی های اگرپروم و همین متصدی تشکیلات های مراجعت کردن در کار حقانی همین با هوا چقدر حاضر کار کرد مبلغ صرف شد که همش حاضر سوخت و یوان چیز گفتن همیشه دینا دهماینده بودم 3 هکتار شفتالی خونیک زدگی ده 3 هکتار این حاضر نیده بیچاره هم تو گیره کده سودم. حکومت جمهوری تاجیکستان مجموعه قانون‌ها را در مجلس حکومت که 31 مارس با ریاست امام علی رحمان برگزار گردید تاکید کرد و برای بررسی به تفصیل به مجلس نمایندگان پیشنهاد نمود. از آن جمله لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره شهروندی جمهوری تاجیکستان، اینچنین تغییر و علاوه‌ها به قانون‌های کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان و درباره سودهای جمهوری تاجیکستان و قانون‌ها درباره حزب‌های سیاسی و درباره اتحادیه‌های جمعیتی به مجلس ارائه شدند. همزمان در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه ملی امنی هواپیماهای مسافربری جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2015-2020 تصدیق گردید. وزارت راه و ترابری تاجیکستان مسیر نهایی راه آهن ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان را در قلمرو این کشور مشخص کرده. رازی راه آهن جدید قلمرو تاجیکستان 55 کیلومتر خواهد بود. بر اساس شاخه که از راه آهن از ناحیه جلال‌الدین رومی در ولایت ختلان تا ساحل رود آمو در منطقه 5 پایان در نزدیکی بندر شیرخان کشیده خواهد شد که آن را ولایت قندوز افغانستان پیوست خواهد کرد. قبلا مقامات تاجیکستان و ترکمنستان به سر شاخه تاجیکستانی مسیر راه آهن که از منطقه شهر توز به ولایت بلخ افغانستان متصل شود یا از بندر شیرخان به ولایت قندوز اختلاف نظر داشتند. اکنون کارشناسان وزارت راه و ترابری تاجیکستان و بانک رشد آسیا در حال مذاکره برای جذب سرمایه گذاری این نهاد مالی منطقه به هدف تکمیل شاخه های تاجیکستانی راه آهن ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان هستند. گفته می شود که بخش افغانستانی این مسیر جدید و حمل و نقل منطقه‌ای نیز با سرمایه گذاری بانک رشد آسیا ساخته خواهد شد. دولت ترکمنستان بخش متعلق به این کشور را با سرمایه گذاری داخلی خواهد ساخت. BBC دیگر در تاجیکستان برنامه پخش نخواهد کرد. وبگاه بخش تاجیکی و رادیو را نیز خواهند بست. 6 تن از خبرنگاران بخش تاجیکی این رسانه جهانی مردان محمد، اسکندر فیروز،
شمسیه قاسم، زرینه خوشوقت، زیورشاه محمد، روزگل مومین در دوشنبه و اورانبای عثمانوف خبرنگار بخش ازبکی آن در خوجند بیکار ماندند. دفتر BBC در دوشنبه گفت از این بعد به خبرهای تاجیکستان را در یکی از گوشه‌های صفحه فارسی BBC جای می‌دهند. حالا در دوشنبه خبرنگاران تلویزیون فارسی BBC سهراب زیا و مسئول بخش روسی BBC انار سرکار و به فعالیتشان ادامه خواهند داد. اسفندیار آدینه همچنین مسئول نمایندگی BBC باقی مانده است. بسته شدن وبگاه BBC را کارمندی که در این ردیف اختصار شدگان قرار دارد زیورشاه محمد چنین شرح داد. دلیل بسته شدن این شاید که از خود رهبریت BBC بستگی دارد، چون اونا تصمیم میگیرن که این وبگاه ما فعالیت بکند یا که نه. اما من مشخصا گفته نمیتونم که دلیلش چی است، اما حد زده میتونم. حد زده دارم از روی بعضی شایعات و از روی بعضی گفتگوهایی که همکارانی که در لندن هستند گویا که مشکل مالی خود BBC است. یعنی BBC در سراسر جهان اختصار شدن، از جمله 4-5 سال قبل دفتر قزاقی و قرقیزی و چند سال پیش هم دفتر ازبکی و آذربایجان و کم کرده شده بودن، یعنی که اختصار کنی ها بود که دیگه نوبت ما هم رسید. در اول BBC در تاجیکستان فقط از رادیو عبارت بود و برنامه‌هایش روی موج FM نیز پخش می‌گردید. اما بعد از انتخابات پارلمانی سال 2005 مقامات تاجیکستان دیگر اجازه پخش برنامه‌های BBC روی موج FM را اجازه نداده است. بعداً وبگاه در سپس بخش فارسی تلویزیون BBC تشکیل شد که حالا در تاجیکستان هم بینندگان زیاد را به خود مایل کرده است. اکنون اخبار منطقه و تاجیکستان را در بخش خبرهای کوتاه پیشکش شما میکنیم. همکاری جوانان با مقامات کارهای داخلی در مبارزه با افراطگرایی تحت چنین نام سمینار علمی عملی 2 اپریل سال روان در کتابخانه ملی تاجیکستان دایر می‌گردد. در عرفه تجلیل نوروز عجم در ایران دور 9 جایزه بین المللی کتاب سال شعر خبرنگاران جنببست گردید که در آن استاد دانشگاه دولتی خوجند نورعلی نورزاد غالب دانسته شد. مجموعه محصولات داخلی تاجیکستان در 2 ماه اول سال جاری نسبت به همین ماه‌های سال گذشته 5.2% کاهش یافته است. بانک ملی حجم 2 ماهه مجموعه محصولات داخلی را 4.8 میلیارد سومانی ارزیابی کرد. در قزاقستان فروش گوشت استحصال روسیه را منع کردند. کمیته حفظ حقوق استعمال کنندگان گفته است که محصولات به مقررات تکنیکی جوابگو نیست. در گوشت از روسیه وارد شده انگیزنده بیماری روده را پیدا کردند. برنامه را ادامه می‌دهیم. نمایندگان شرکت‌ها و کارگاه‌های میوه‌داری و سبزیجات از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه 15 تا 17 اپریل در نشست در شهر استقلال مسائل رشد همکاری میان تولید کنندگان و کارکرد کنندگان میوه و سبزیجات وادی فرغانه و شرکت‌های تجارتی از قزاقستان و روسیه را بررسی خواهند کرد. هدف از برگزاری این نشست تهیه نقشه مشترک فعالیت در زمینه تولید میوه و سبزیجات در وادی فرغانه، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان و فروش آن در بازارهای قزاقستان و روسیه می باشد. آیا الماسبک هاتنبایف نخستین رئیس جمهوری قرقیزستان خواهد بود که داوطلبانه از مقامش برکنار شود؟ رئیس جمهور هاتنبایف که همکنون از کشورهای اروپایی بازدید میکند در مصاحبه با کارشناس و رسانه‌نگاران بلژیکی گفت بر این استوار است که در انتخابات آینده ریاست جمهوری نامزدیش را دوباره پیشنهاد نخواهد کرد. دادگاه در ازبکستان 2 زن را با اتهام برده فروشی زندانی کرد. این 2 زن در همدستی با یکدیگر کارجویان را فریب داده آنها را به کارفرمایان قزاقی می‌فروختند. مردانی را که به دام این برده فروشان می‌افتادند در قزاقستان وادار به کارهای دشوار و سنگین می‌کرده و به مزد به آنها پرداخت نمی‌کردند. چند از این بدبخت‌ها از دست برادران گریخته و از آن زنها به نیروهای انتظامی ازبکستان شکایت کردند که در پی عملیات آن برده فروشان دستگیر کرده و به دادگاه سپاریده شدند. کلاً در سال 2013 در ازبکستان 585 مورد خرید و فروش سازمان یافته برده ها آشکار شده بود.
اکثر این موارد تبهکاری مربوط به تشکیل مهاجرت غیرقانونی به روسیه و بردن دخترها به ترکیه و امارات‌های متحده عربی برای تنفروشی بوده است. آمار سال 2014 هنوز آشکار نشده است. بنابر برآوردهای کارشناسان هر ساله 2 تا 4 میلیون آدم در جهان بردو غلام می شود. از آن جمله در روسیه هر روز تا 300 کس را بردوار خرید و فروش می کنند. در همینجا برنامه ما به پایان رسید. خدایا و مددگارتان باد.